یک سری اطلاعات در اکسل داریم و قرار چاپشون کنیم، ولی برای چاپ کردن میخوایم مثلا در هر برگ کاغذ A4 10 ردیف پرینت گرفته بشه یا 20 ردیفی پرینت گرفته بشه. یعنی 10 ردیف اول در یک برگ کاغذ A4، 10 ردیف بعدی در کاغذ بعدی چاپ بشن. برای این کار از ابزار ساب توتال استفاده میکنیم. نحوه کار با این ابزار در آموزش‌های قبلی، در ویدیوهای قبلی من وجود داره. خب ابتدا یک ستون خالی ایجاد میکنیم، یعنی روی ستون A کلیک راست میکنم، اینسرت میزنم و در این ستون خالی اعدادی رو باید وارد کنیم. مثلا 10 ردیف میخوایم روی کاغذ چاپ کنیم. پس عدد 1 رو 10 بار تکرار میکنیم. عدد 2 رو 10 بار تکرار میکنیم. یعنی با توجه به اطلاعاتی که داریم، به اندازه اطلاعاتی که داریم، اعداد ردیف رو باید 10 تایی تکرار کنیم. چون گزینه ساب توتال گروه بندی انجام میده و ما قراره بر اساس همین ستون A که اعداد ردیف رو داریم وارد میکنیم گروه بندی اعداد رو انجام بدیم و در هر برگ کاغذ بتونیم به صورت 10 تایی مشاهده کنیم. من عدد 1 رو می نویسم، با دستگیره پر کردن به اندازه 10 تا تکرارش می کنم. عدد 2 رو می نویسم، با دستگیره پر کردن به اندازه 10 تا تکرارش می کنم. اگر باز هم داده‌ای داشته باشم عدد 3 رو وارد می کنم. بعد از وارد کردن اعداد ردیف وارد ساب توتال میشیم، یعنی در زبانه دیتا ابزار ساب توتال رو باز میکنیم. در کشوی اول همین ستون A رو انتخاب میکنیم چون بر اساس همین ستون A قرار گروه بندی بشه. در کشوی دوم یک تابع میتونیم انتخاب کنیم برای زمانیه که بخواید مثلا محاسبه حقوق رو هم در پایین هر برگ کاغذ انجام بدید که این به دلخواه شماست. من گزینه سام رو انتخاب میکنم، گزینه حقوق رو تیک میزنم و نکتهش اینجاست که حتما گزینه پیج بریک بتوین گروپس باید تیک داشته باشه. اگر تیک نداشت تیکش رو میذاریم و اوکی میکنیم. خب تا اینجا محاسباتمون انجام میشه و نشون میده که در هر 10 ردیف یک جمعی مشخص شده. میتونیم بریم پیشنمایش چاپش رو هم ببینیم. از قسمت پرینت بهمون نشون میده که 10 ردیف اول در صفحه اول چاپ شده، 10 ردیف دوم هم در صفحه دوم و همینطور ادامه پیدا میکنه. میتونیم ستون A رو حذف کنیم یا مخفیش کنیم چون لزومی نداره که در برگ پرینت شده ظاهر بشه و اگر در زمان پرینت گرفتن ردیف عنوانتون دیده نشد در قسمت پیج ستاپ در زبانه پیج لی‌اوت، در زبانه شیت قسمت روز تو ریپیت یعنی تکرار ردیف عنوان رو انتخاب می‌کنید تا عنوان این ردیف یعنی آدرسش در این قسمت ظاهر بشه و در زبانه پرینت پرویو مشاهده می‌کنید که در هر برگ کاغذ ردیف عنوان خود به خود تکرار شده.